باری دوم میبینیم که حضرت اسماعیل علیه السلام ملک بزرگ شده است و یک زنی را از همون جرهم به زنی گرفته است. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که به مکه مکرمه تشریف آورد، اسماعیل نبود فرزندش. از زن پرسید که اسماعیل کجاست؟ گفت پیدا نیست، شاید شکار رفته بود. گفت زندگیتون چی نوع است؟ از زندگی گیله و جنگیله کرد، شکایت کرد. همین زن یکاک عمری آدم خزان میکند. پدرمو ابراهیم علیه السلام ایره خیلی خوبتر از ما و شما میدونست. از این خاطر زن گفت که وقتی که شوهرت اومد بگو که عتبه درش عوض کند، استانه در عوض کند که این استانه نشید. این بیچاره زنی به عقل است، کجا میفهمه که چی گفت؟ نباشد در حیاتش کلمه را به حضرت اسماعیل نمیرسوند. وقتی اسماعیل اومد، زن گفت یک موسفیدی بسیار زیبا جمال و نورانی آمد و تأکید کرد که اسماعیل عتبه درش عوض کند. گفت جواب دادم برای چهار طرفت قبله، عتبه در من تا هستی رود در گور، از این معلوم میشه که تو خوب استقبالش نکردی. و دختری سروری قبیله بنی جرهم مزاز ابن عمرو جرهمی را بزنی گرفت. سفری سیم حضرت ابراهیم را میبینیم که اومده است، باز فرزند چه نیافته است. ببینید حضرت تا به حد امانتدار بود که از مادر مو بسیاره همه فقط یک مهلت دیدار اجازت میگرفت. همه اجازتش که خلاص میشید خفا میگشت. او علینی قدی کار میکرد. حضرت آمد که اسماعیل علیه السلام نیست. پرسید زنه که چه حال احوال دارید؟ گفت الحمدلله، بسیار شکرگزاری نعمت خدا را میکنم که پروردگار خیل شوهری صالح برای من عطا کرده است. خداوند در خاندانم نور عطا کرده است، صاحب فرزند هستم. حضرت گفت وقتی که شوهرت اومد بگو که نه واقع عتبه زیبا و خوب موافق پیدا کردی، نگهش بدار. وقتی که اومد حضرت اسماعیل زنش این سخن به او رساند، شکرگزاری نعمت خدا را کرد که الحمدلله و المنه، خدای تعالی زنی صالحه داده است. واقعا زنی صالحه نعمتی بزرگ است. کسی را خدای تعالی زنی صالحه باشد، خواه پیغمبر باشد خواه غیر پیغمبر باشد، خیر دنیا و آخرت داد استش، دیگه بخره بگرده، بزرگترین نعمت است. زنی خوب و فرمانبر و پارسا کند مردی درویش را پادشاه. حضرت اسماعیل علیه السلام از همون دختر مزاز ابن عمرو جرهمی 12 فرزند یافت، 12 پسر. نام 10 تاش در تاریخ هست، اما از بس که از اونها یگان اصل باقی نمونده است، ما نمیدونیم آیا یگان قوم باقی گذاشتن، چیزی گذاشتن، حجت به گفتارشون نیست. اما 2 فرزندش مخصوص ذکر میکنیم. این فرزندای بزرگش هستند. یکیش نامش نوبت بود، دویمش قیدار. پسر کلانیش نوبت بعدی وفات اسماعیل علیه السلام چند مدت تولیت کعبه در اختیارش بود. ما سفر 4 حضرت ابراهیم در این بین نگفتیم، آخران سفر شد که وقتی اومد حضرت دید اسماعیل علیه السلام تیر برای کمانش درست کرده است در لب چاه زمزم، خیز پیش پدر بزرگوار پدر را زیارت کرد. بعدا 2 نفر دست آستین بر زده و با کمک جبرئیل علیه السلام و بعضی دیگر از ملائک خانه کعبه را برداشتند، قامتش برداشتند و حضرت ابراهیم ندا داد و خداوند این ندا را در تمام عالم، در اطراف و اکناف، در صلب پدران، در رحم مادران، در روحها رسانید. هر کسی که اجابت کرده لبیک گفت، خدای تعالی او را مستوجب زیارت خانه خود گرداند، مستحق خانه خود گرداند و همه انشاءالله کسی که لبیک گفته است خانه خدا را میرود زیارت میکند. این سفر آخران حضرت ابراهیم علیه السلام از ساختمان کعبه و اسماعیل علیه السلام مدت 137 سال عمر دیده است. در همین مدت تولیت خانه کعبه در اختیارش بود. بعد وفاتش در ابتدا پسر بزرگش نوبت، بعد از او قیدار سروری و تولیت کعبه را در اختیار گرفتند. اما بعد وفات قیدار حکومت به دست باباش گذشت، به دست همون مزاز ابن عمرو جرهمی و قبیله جرهم
دیگر فرزندای اسماعیل علیه السلام همین عربهای مستعربه را در یگان کار نزدیک شدن نگذاشتن. به خاطر جدشو احترامشو میکردن، اما دیگه در یگان کاری زیارت خانه کعبه واگذارشو نکردن. اونجا کار زیاد است، سقایت است، رفادت است، حجابداری است، پردهداری است، قیادت است. در هیچ کار نگذاشتنشون نزدیک شوند. یعنی هم حکومت ضبط کردن و به خود گرفتن. تقایوشو بگیم چی بگیم اگر. خب نوبت فرزندان نوبت آخر الامر کوچ برداشتن از مکه به جانب اردن رهسپار شدند. در اونجا یک از همه قوم های نبتی یک تمدن در دنیا باقی مونده است با نام تمدن نبتی ها. یک پایتختی هم داشتن با نام پترا که آثارش تا حالی را وجود داره. اما حتی امام بخاری قبیله های اوس خزرج از همین نبتی ها میدونه، از عرب مستعربه. ما به شما بیان کردیم که اونا عرب عریبه هستند، قحطانی هستند. اما امام بخاری آورده است میگن نه، این فرزندای انم نوبت ابن اسماعیل هستند، از همین اولاد برمدیان، پس اینا هم عرب مستعربه هستند. و جای عجیبش این است که بزرگترین شارح بخاری در فتح القدیر، در فتح الباری، ابن حجر اسقلانی را همین قول تأیید میکند، اگرچه که اکثر محققا قول اول دارند که مردم اوس خزرج مستعربه نیستند، عریبه هستند. خب از عربی مستعربه که ها پیدا شدند؟ چه قوم ها؟ قبایلی. خب تا عدنان ما چیزی نمیدونیم. عدنان جدی 21 رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا عدنان حساب و کتاب میکرد، می آورد میرسون نسبش. بعدا میگفت که تاریخ نویسا و همین منصب بیان کنا نسب بیان کنا دروغ گفتن، او طرفش بیان نمیکرد. در بعضی کتابا اومده است که از عدنان تا اسماعیل علیه السلام 40 پدر گذشته است، یعنی 40 پشت گذشته است. ایش ما نمیدونیم، اما از عدنان در تاریخ مفصل اومده است که عدنان علاکه یک چهره شناخته شد. در جنگی که بین بخت النصر پادشاه بابل، پادشاهی که بیت المقدس به خاک یکسان کرده بود، با قبایل عرب شد، سروری قبایل عرب عدنان به عهده گرفت. جرهمی ها نه، عدنان، یعنی ستاره عدنان علاکه بدرخش در اومد. از عدنان یک فرزند بود با نام معد که با ارمیا یا که با یکی از دوستای ارمیا با نام برخیا حتی هم نشینی کرده است شخص. بعدا وقتی که معد از دنیا گذشت، یک پسر داشت با نام نیزار. نیزار 4 فرزند بعد خود باقی گذاشت که سرسلسله تمام عربهای مستعربه همه 4 فرزند نیزار هستند. ایاد، انمار، ربیعه و مزر. این همه 4 فرزند. تمام قبایل عرب مستعربه از همین سرچشمه میگیرند. از جمله قبیله های بنی حنفیه، قبایل بنی اسد که امروز بسیار سرشمار هستند، اینا از ربیعه هستند، قوم های ربیعه هستند. قبایل حوازین، تمیم، قبیله های ثقیف، کنانه و از کنانه قریش پیدا شد، اینا از مزر هستند. اولاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبیله مزری میگفتند. و همین دو قبیله، قبیله ربیعه و قبیله مزر، در زمان عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حد زیاد شده بودند که پیغمبر وقتی که عدد زیاد بیان کردنی میشد میگفت مثل گوسفندهای بنی ربیعه و مزر، همین قدر عدد چارواشون و شماره قبیله ها زیاد شده بود است. خب از قوم مزر گفتیم قرشی ها به دنیا اومدن. قریش تخلصی فهر ابن مالک است، یکی از بابا کلان های رسول الله صلی الله علیه و سلم. قریش اصلا اژدها را میگن، یعنی که مثل مار چست با قوت قوی، از همون خاطر تخلص قریش گرفت. اگر چنده که قرشی ها و کنانی ها در اطراف مکه زندگی میکردند، اما تولیت مکه در اختیارشون نبود. تولیت مکه را در
ابتدای عصر دوم میلادی قوم بنی خزاعه از عربهای عاربه ضبط کرده و گرفتن و در اونجا حکومت میراندن. این بیچاره مردم مضر که فرزندانی یعنی که اصل و نسل ابراهیم و اسماعیل علیه السلام هستند از کار دور بدن. فقط اینا همین سه وظیفه داشتن: حاجی ها را از عرفات به مزدلفه می آوردن بعد غروب آفتاب. بعدا وقتی که صبح میشد همه حاجی ها را پیش انداز کرده از مزدلفه به مینا می آوردن. و نهایت یک وظیفه که دیگه داشتن: ماهای حرام تعیین میکردن. و در زمان جاهلیت همین ماهای حرام بعضا تأخیر میکردن بعضا تعجیل میکردن. انمی حقوق در قوم مضر بود. دیگه به شروع یگون حقوق یگون وظیفه و منصب نداشتن. کار آمد تا زمان قصی ابن کلاب بابا کلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. قصی ابن کلاب که از قریش است، از پدر از خوردی یتیم مانده بود. مادر شوهر کرد، شخصی را با نام ربیعه ابن حرام اختیار کرد، به شام رفتن. وقتی که مادرش گذشت خودش جوان مرد شد، به سن بلوغ رسیده بود، باز به مکه برگشت و آمد. وطن میموند کشید آوردش و با دختری سرداری قبیله بنی خزاعه حلیل ابن حبشیه ازدواج کرد. بسیار جوان زیبا، قوی هیکل، تنمند، چابک و چالاکی بود. همون سردار قبیله یک دختر داشت است، پسر نداشت است. گرفت دخترش در قصی داد. بعد از وفات حلیل حکومت مکه پره به دست قصی میگذرد. جنگ شد بین خزاعه با قصی. قصی قریشی ها را و بنی کنانه را به کمک دعوت کرد، شکست دادن بنی خزاعه را. اونا مجبور شدن مکه را ترک کردند و برفتن و مکه در اختیار قریشی ها افتاد. اول شخص از قریش که صاحبیت و تولیت و ولایت مکه به دستش افتاد همین قصی ابن کلاب است. برادران، ما و شما باید همون 25 پشتی را که از رسول الله صلی الله علیه و سلم تا عدنان روایت می شود از یاد بدونیم. یا تو باشه وقتی مولود می خوندن زمانهای پیش همه همی را به ترتیب می گفتن. افسوس صد افسوس که ولی دیگه مولود خونی را هم کم شد، مولودی برزنجی را کم میخونن، اکثر ما نمیدونیم، بابا کلان پیغمبر را نمیدونیم، چی برسه به پشتی 20 و 21مش. قصه کوتاه، قصی ابن کلاب یک چند فرزند دارد. در تاریخ نام دتش معروف است. پسر کلانش عبدالدار و پسر دیمش عبدالمناف. عبدالمناف از برادرش عبدالدار دیده به آبرو و عزت تر بود. اما پدر قبل از وفات تمام وظیفه هایی که در مکه هست، این وظیفه از چی عبارت هستند؟ اولا قیادت، سروری قریش در تمام جنگ ها، در تمام صلح ها. دوم برداشتن پرچم جنگی، بیرق برداری. سوم حجابداری کعبه، خانه کعبه را دری قلف کعبه در دستش موندن، همین را حجابداری میگن. چهارم سقایه، یعنی با آب سیراب کردن حاجی ها. هر کس اجازت نداشت که برای چایش زمزم خودش بزنه بگیره. این هم شخصی مخصوص و قومی مخصوص انجام میدادن. و نهایت پنجم رفاده، یعنی که برای حاجی های کم بضاعت کم بغل آماده کردن طعام. همین کارو در ذمه خود قصی بود. بعد وفاتش همین را به فرزند بزرگش عبدالدار توصیه کرد. از بس که حکم قصی چی در وقت حیاتش چی بعد مرگش بسیار قطعی بود، رعایش کردن و عبدالمناف برادرش هم چیزی نگفت. اما بعد وفات عبدالدار و عبدالمناف وقتی که کار به عمک بچه ها رسید دیگه قرار میستن. فرزندان عبدالمناف 4 پسر شیر پسر داشت، او قرار نایستادن، حق طلب کردن. هاشم، عبدالشمس، مطلب و نوفل حق طلب کردن. چیه گفتن همه را شما در اختیار خودتون میگیری و هم قصی بابای ما هم بود، بعد هم همش به شما میرسه. قریب که جنگ کار به جنگ کشتار میکشی. عاقبت الامر کسی وسیله شد و بینش صلح انداختن. رفادت و سقایت، آب دادن و طعام دادن حاجی ها به فرزندای هاشم گذشت و به فرزندای عبدالمناف گذشت و باقی مانده کلیداری کعبه و
پردهداری و پرچمداری در قوم عبدالدار موند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی